زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. تا حالا فکر کردین هدف از بودن شما چیه؟ چرا خلق شدین؟ پرسیدین که چرا اومدم؟ یعنی میشه چیز خوبی از درد بیرون بیاد؟ شایدم رویا و ایمان به حقیقت رو فراموش کردیم. اسم من حناست. اینجا اومدم تا از زندگیم و به انجام رسیدن رویام بگم. تو دوره زندگی می کردم که فساد اخلاقی قلب خیلیا رو پر کرده بود. خشونت غیر قابل تصوری رو می شد دید. اسرائیل پادشاه نداشت. همه کاری رو می کردن که به نظرشون درست بود. و با اینکه فرهنگ من به همسرم اجازه یک ازدواج دوباره رو با زن دیگری میداد، این کار خدا رو خوشنود نمی کرد. ناامیدی مثل ابری جلوی دیدم و همچنین قلبم رو گرفته بود، چون نمیتونستم بچه دار بشم. وقتی مردم برای سالها با طعنه هاشون بهتون بخندن، توی یک نبرد هستین. یه نبرد که توی ذهنتونه، یک نبرد توی روحتون. این نبرد برای بی‌احساس شدن نیست. این یک نبرد برای باور نکردن دروغ هاست. و یک روز دیگه نتونستم تحمل کنم و به تنهایی به معبد رفتم تا دعا کنم. این منصفانه نیست خداوند. زندگی من نباید اینطوری باشه. منصفانه نیست که به گریه بیفتم و سالها مسخره دست مردم باشم. چی کار باید بکنم؟ و یه مرتبه انگار پرده کنار رفت و جوابش به قلبم اومد. ببخش. من باید میبخشیدم. باید تصمیمی میگرفتم که خیلی برام سخت بود. خداوندا پس کمکم کن تا کسانی که با حرفهاشون و سکوتشون آزارم دادن ببخشم. کمکم کن که حتی خودت رو ببخشم. قلب خطاکارم رو ببخش. منو بشور و پاک کن. نذار رویای من بمیره. بهم یه پسر بده. منم اونو برای تمام عمرش به تو میبخشم. اتفاقی که بعدش افتاد فقط یه معجزه بود. بعد از دعا برای اونها به خاطر بدرفتاریشون، خداوند منو برکت داد. نه تنها صاحب یه پسر شدم، حتی بعد از اون خدا با 5 تا بچه دیگه منو برکت داد. نه به خاطر من، به این دلیل که خداست که بله قادره و میتونه فراتر از اونی که حتی بتونیم فکرشو بکنیم یا اینکه بخوایم عمل کنه و این بر طبق قدرتش هست که در ما عمل میکنه. خدا رویایی از طرف خودش بهمون میده که با وجود درد و رنج رشد میکنه، چون رنج استقامت به بار میاره و خصوصیاتی خاص پدید میاره. امیدی که مایوس نمیشه. تاریخ منتظر کسانیه که رویا دارن و دست از رویاهاشون نکشن و برای اونایی که قلباً ایمان دارن هیچ چیز برای خدا بله غیر ممکن نیست. میدونین رویاها تنها یه هدف رو دنبال نمی کنن.
حساب شده هستند و هدف دارن. خدا رویاهایی خلق میکنه که قلب انسانها رو در اتحاد حرکت میده. پس پادشاهی خدا میاد و بدونید که اراده او به انجام میرسه. با صبر منتظرش موندم و او صدای گریه منو شنید و منو از یه گودال پر از گل و لجن بیرون کشید و منو روی صخره گذاشت. جای محکمی برای ایستادن بهم داد. آهنگ جدیدی در دهانم گذاشت. سرود ستایشی برای خدایمان. هیچ وقت برای رویا و ایمان دیر نیست. هیچ وقت دیر نیست.